1 2 2 8 انقدر لش لوش که تهران بگیره انقدر خش دود که سرام بگیره لطفاً آرامش خودتون رو حفظ کنید. مرتب باشید. برنامه ما در حال شروع شده. مرسی. 1 2 2 8 Yeah, man. گفتم تاریخ امشب و همزمان تتو بزنم. امشب شب مهمیه برای مردم ایران و البته برای من. دوست داشتم که تاریخش رو تتو بزنم. Yeah, man. گدایی کردن فقط دست راست کردن و پول خواستن از مردم نیست. بعضی وقتا بعضی از آدم ها محبت رو گدایی میکنن، آغوش رو گدایی میکنن، آغوش رو گدایی کردم تو بغل غریبه ها، گدایی کردمت از وسط دریده ها، گدایی کردم تو این فاز عجیب راه، گدایی کردم شبیه شب تو هم شبیه ما. آره من تو بغل این و اون دنبال بوی تو هم، حسرت نور کم و سیاهی موی بلند، من جزو اون فدایی عاشقای هر روز تو هم.
تو دائما خوابم بکن منم تو رو پوستت کنم تو واسه من قشنگتری از همه پدیده ها تو واسه من زیباتر از قبل بهتر از غریبه ها ولی گذاشتی که همش تو رو گدایی بکنم از این و اون تو خواستی که اینجور بگاهی دورم تو خواستی که اینجوری شم منی که درگیرت شدم زشت خودم داغون بشم و بکنم پیر تورم میگی که انسانیته با همه راحتی اما زشته به طبیعت قسم همه بخوان کیرت کنن تو مثل رقص گل سرخی رو باد من مثل خارم رو ساقه اونم زیاد آره من دورم ولی میارزه خوب بزا پاقات تو هر جا میاد بیاد تو مثل خواب خوب فانتزی ولی من کابوس من بس آدم ها همه جا خواهی مال و پابوستن بس که دست برد میزنن به حرارت فانوس من به گدایی میفتم خب منی که ناموستم تا وقتی واسه کم نذارن تا وقتی احتیاج نداشته باشی که به گدایی نمیفتی گدایی عیب هست ولی نه عیب اون که گدایی میکن عیب اونیه که باعث شده به گدایی میفتی همش تو خونه پای زهر ماری و کنسل حتی سفر کاری شده که زده تخت خواب چیا از استرس سجاد شب به شاشی ها همش بغض همش درد فقط افت عقب گرد گذشتم از همه این آدم و این دور بر منم ردیه بیا شدم این مار توی سوراخ و روی انگشتام زردی سیگار از رفتی خوب تنها نهارم هم صرف میخورم ولی دلتنگ میشم اتفاق تو گوش تو خیابون نمیگم سیگار رو میخوام ترک کنم نسخ میشم گرم میکنم بیقرار میشم سوزم میخورم جا تطمون درد میکنم من روز با خودم تنها هر کی یه بری میره اینی جنده که هر جا میشینه هر کی باشیه بری میره اینقدر سنگین و نشم که نداره طاقت نزد کلش و بدن به رو همه فازه بردارم این دختری که تازه پردش رو زدن از همه این شهر بدجوری انم میگیره این آدم ها اینقدر کیری هم که دو میان رو لبم خندم میره دنبال یکی هم که برام سوینه اونها رو بگم بذاره شما اصلا یادم بره از بس که کارش خنده داره دنبال یکی هم که بشه دو کلوم حرف باشد نه مثل تو عجولا زر جواب همه یه رفتاراش بد همه یه رفتاراش بد یکی که بنویسم از چشاش که منو تا ته دنیا میبره بگه یه شعر جدید که از این دو دمه رنگی تره یکی که به مراتب از تو خوب سنگین تره یکی که دیوونه بازیامو عاشقشه قبل خواب زودتر ازم قشنگ بره حاضر بشه یکی که بخشیدن آسونشه با حرفاش دل من آروم بشه تو مثل رقص گل سرخی رو باد من مثل خارم رو ساقه اونم زیاد آره من دورم ولی نیاز خوب بزا پاها تا هر جا میاد بیاد تو مثل خواب خوب فانتزی ولی من کابوستم بس آدم ها همه جا خواهی مال و پابوستن بس که دست برد میزنن به حرارت فانوس من به گدایی میفتم خب من این که ناموستم یالولو کمک کردن خوبه اما کمک بیجا هم گدا پروریه خیلی از آدمای موفق چون بهشون کمک نشده یاد گرفتن که موفق بشن مثل من بابا دمت گرم گدایی میکنی مهر از منو گدایی میکنی تو هم یه روز
تو که میخوای بسوزی به آتیش خودم بسوز، اون چشای هرز تو به چشای خودم بدوز. گدایی میکنی یه ثانیه بوی منو، بالاخره میفهمی آخرش این عاشقیه چقدر بده. آره میفهمی نگات چه ضربه ای به من زده، معذرت خواهی همون گدایی یه نفره. تو مثل رقص گل سرخی رو بار، من مثل خارم رو ساقه اونم زیاد. آره من دورم ولی میارزه، خب بزا پاها تا هر جا بیاد. تو مثل خواب خوب فانتزی ولی من کابوسم، بس که دست برد میزنن به حرارت فانوس من، به گدایی میفتم خب منی که ناموستم. همون سیا جانم داشتمی کجایی؟ همینجا خدا همینجا همون شلوار ما رو اپامون در آوردن. گیرته یا هستم همون برس بهمون ندام همون اوکی چه خبر؟ سلام همون شلوار از کجا آوردی؟ بگی بابا مامانه به کسی یارو کشیدیم با این آوردیم برای شما دمت گرم. چیزی که عوض داره این همون سیا دوست قدیمی ماست، هر جا شلوار ما رو در میارن این میرسه. البته این داستان واقعی بود. یه بار من و سیا تایلند بودیم، 2 تا دختره رو بردیم، همون مست پاره پوره بودیم، بردیم توی هتل اونجا بیهوش شدیم، بلند شدیم دیدیم تمام پاسپورت، موبایل همه چیمون رو زدن. دخترها بعضی موقع بد جوری نامردن. همون دمت گرم. یه دستاقی جیغ قشنگ افتخار عمو سیا بزنید و عمو خشی تتو آرتیست خفنمون که تاریخ امروز رو برام تتو کرد. نمیخوام بگیریم تاریخ امروز رو؟ نمیخوای بگیری؟ بیسته که در بزارید اینو میتونید نبرید، همه چی اونو بردن آجی. خب چه خبر؟ بچه ها یه ذره برید عقب لطفا، بذارید که بتونیم برنامه‌مون رو اجرا کنیم. عمو سیا خیلی ممنون داداش، مرسی که اومدی و مرسی که هستید جفتتون، خیلی چاکرم.